چی سبب شد که خورشید قهاروف کمربند را از دست داد؟ درود دوستان، دیشب در گامبورگ آلمان در لیگ اکتاگون رقم 85 خورشید قهاروف از ایگور سیورینوی برزیلیایی در دوم راوند شکست خورد، نکاوت تکنیکی و کمربند لیگ اکتاگون رو از دست داد. برای قهرمان شدن این شانس رو از دست داد متاسفانه. دوستان در کامنت ها بچه ها زیاد می نویسن، یک نفر نویسته که ویچنا توجیکو در فینال بای میتن، یک نفر دیگه نویسته که افسوس چندین بایتسای خودمان تا پای است می روند بعد می غلطن، مثلا فریدون ACA در فینال در گران پری بای داد، لایق رجبوف در PFL دو بار بای داد، کریم اکتاگون لیگا بای داد، کمیل اکتاگون لیگا بای داد و خورشید قهاروف این اکتاگون اروپا دا بای داد در فینال در برای کمربند. دوستان فکرتون رو در این بابت نویسید. چرا ورزشگران تاجیک تو برای صاحب کمربند شدن میروند و در همین جنگ مهمی در همین باید قهرمان شوند، در همین جنگ بای میتین؟ فکرتون رو نویسید برای چی و چی سبب میشه و چرا که اینقدر زحمت میکشن و در جنگ همون مهمی بای میتین. یا که نه یک نفر نویسته که تنش نشوه همچون یک مخلص میگم که ناتوری سس جنگ کرد. شاید چون که خورشید قهاروف شاید روزه‌دار بود، تو یک ماه روزه میگیری، اگر روزه که گیری تو نمیدونم باید که یا که از همین جنگ قهرمانی دست میکشید بعد آماده میدید یا که نمیدونم، چون که روزه‌دار که باشی تو غذا نمیخوری، انرژی نداری، کالری نداری و فیزیکی خوب نیستی. برای همین در دوم راوند شکستی نکاوتی تکنیکی شد. شاید همین هم سببش در همین باشد. و بسیاری دیگران نوشتگیان که این یک نفر نوشته که نزدیک شدم نخرسند برای که نام دیگر دولت برآمد میکنه از تاجیکستان و از گرمانیا. این هر یک ورزشگر خودش انتخاب میکنه از کجا برآمد کنه و در وقت اخیر خورشید قهاروف فقط حتی با تاجیکی هم با فیلم اینترویو نمیدادم، من دیدگی نیستم وقت اخیر. این یک نفر دیگه نوشته که دوپر و سریوز نوا سپرنیکا. من فکر نمیکنم که سپرنیکش سریوز بود، سپرنیکش قوی بود. فکر میکنم که خورشید قهاروف در روزه‌دار بود و برای همین سبب همین بود با فکری من. و دوستان فکرتون رو نویسید در این بابت. خورشید قهاروف کمربند رو از دست داد و متاسفانه با نکاوت تکنیکی شکست خورد در دوم راوند و ما با او در آینده بردباری ها خواهیم. امیدواریم که او باز قوی تر برمیگردد و انشالله که کمربند رو از ایگور سیورینوی برزیلیایی برمیگرداند. دوستان در کامنت ها فکرتون رو نویسید در بابت جنگ قهرمانی خورشید قهاروف و ایگور سیورینو و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتون بود.